به نام خدا. سلام دوستان، این کانال زدم از الان به بعد ما رشد میکنیم با هم. بهتون قول میدم شاید الان تو شوک باشید، شاید الان روی من تمرکز ندارید، ولی اینو بدونید هر روز با من رشد میکنید. خب بریم سراغ معرفی. من نیما هستم و اسم کانالم NMR هستش. خب الان بهتون میگم که این پایین زدم، این لوگومه. بچه رشد میکنید توی کانال. این کانال صرفا نیست بگیم که اوه اون پسر ببین، اصلا همچین چیزایی تو کانالمون نیست و غیر ممکنه. ببینید ما تو این کانال رشد و توسعه فردی اگه شنیده باشید داریم. من 13 سالمه، 14 سالمه امروز که نه، ولی خب توی چند وقت دیگه میام تو 15 سال و اینو بدونید من صرفا یک نوجوان نیستم. تازه اینو فهمیدم. ببینید صرفا نوجوان نیستم، توی قالب نوجوانم. شما توی قالب یه آدم دیگه هستین، شاید دختر یا پسر، شاید هم توی قالب مرد 40 ساله هستین یا شاید یه قالب مرد 30 ساله. سن مهم نیست، مهم اون سن روحیتونه، اون سن عقلیتونه. و خب بریم سراغ لگو. بچه‌ها این لگو و این لوگویی که دیدین NMR و یه فلشی هم بالاشه، N یعنی نیما، Mش یعنی منتال، موتیویشن، همچین معنایی میده. منتال یعنی ذهنیت، رفوریژن، اون آرش یعنی انقلاب و این NMR یعنی انقلاب ذهنی با من. دوستان من یه چند سالی بود که واقعا تو افسردگی بودم و اون شخصی که تو ذهنمه که میخوام بهش تبدیل بشم که واقعا میشم، اون شخص یه ساعت قشنگ تو دستشه، ماشینای مدل بالا، همینطوری که داریم میبینید چقدر قشنگه. اون حس مردونگی، اون مرد زندگی و چند تا زبان بلده. شاید من تا این کانال انقدر پیش میرم که به اون مرد، به اون شخصیت برسم. اینو بهتون قول میدم. من توی کارم هیچ وقت انگیزه استفاده نمی کنم و بعداً بهتون توضیح میدم که چرا. اسم من نیماست، نیما صدام کنید یا بگین NMR، هر جوری که باشه طور نیست. من رشد شما رو میخوام دوستان. من چراغیم برای نوجوانای همسن و سال خودم که الان کلی مشکلات سرشونه. ما این نوجوانایی که داریم واقعا یک فاجعه است و من چراغشون میشم. هیچ وقت فراموش نکنید شما میتونید اگه بخواید.